این نفر همتون میشناسین. من شاید اول منظرت میخوام که شاید از شما پرسش نکردم برای این نوارا چرخاندن از روی شاید آداب سیاسی نباشد، اما من واقعا بیرون از عقیده، ایدئولوژی، فکر و نظر شما، شخصیت شما، بیرون از همه این در کدام رویه هستین، در کدام مذاهب هستین، در کدام دین هستین، برای من این مهم نیست. یعنی من میخوام امروز اول نوارا ببینیم، بعد میخوام که در این نقطه گپ زنم. ارجمند بعدیانه که من از اکادمی علم ها رفتم یا به خطر رواندن، سر و صداها زیاد شد و بعضی دشمنان غایبی من ادعا داشتن و ادعا دارن که من به خود رکلام سری کار دارم و یا پیار میکنم. با این دشمنان غایبی نیا به شما همدیاران و مخلصان و همدلان مراجعت میکنم. ببینید که جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2006 سال تمدن آریایی اعلام کرد و هدف این بزرگمرد در چی بود؟ در آن بود که در آسیای مرکزی بغیر از کشورهای ترک زبان یک کشوری هست آریایی با نام تاجیکستان و به جهانیان گفت که ما آریاییم در آسیای میانه. و جناب عالی کتاب اوستا را نشر کردند و در کتاب دیگرشان تاجیکان در آینه تاریخ از سرگذشت اوستا قصه کردند. در کتاب دیگرشان چهره های ماندگار از شخصیت زردوشت گفتند و به ما پیام دادند که با گذشته خود بپیونده. و من زیر تأثیر سخنهای جناب عالی کار علمی گرفتم، تناسب نیکی و بدی در اوستا. اکنون کار علمی را باید در دانشگاه حمایت کرد. رفتم به دانشگاه ملی و در فاکولته فلسفه و خواستم که این کار علمی هم را حمایت کنم، ولی رکتور محترمی دانشگاه ملی تاجیکستان ایشان ایمام صحبت داشتیم، برخورد کردیم، ناراضگی بیان کردن که من به دانشگاهشان با کار آمدم. خوب رفتم از اونجا. اکنون مؤسسه دیگرمان از این بلندتر، اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان، و با اونجا به اینستیتوت فلسفه رفتم و باز هم در عرفه تصدیق کار علمی جناب خوشبخت زاده پرزیدنتی اکادمی ملی علم ها و دیرکتور این اینستیتوت دستور داده است که من با خواهش خودم اکادمی را ترک کنم. خب اکنون ببینید که من همچون یک توجیه، همچون یک آریایی پیاده کننده سیاست جناب عالی در باب تبلیغ ارزش‌های ملی باید به کجا روم دیگر؟ عین زمان کاملا بیکارم. علاچی معارف جمهوری تاجیکستان، علاچی مطبوعات جمهوری تاجیکستان، علاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان، علاچی کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان. خب دارنده اردن شرف درجه 2 از دست خود جناب عالی گرفتم، سابق دیرکتور رادیو ملی، دیرکتور تلویزیون ملی. یعنی عین زمان بیکارم. در کمیته تلویزیون و رادیو کاملا کار کردن ما رو ممنوع اعلام کردن. در اکادمی نگذارن کار کنم، در دانشگاه ها راه ندیم. اکنون به فکر شما من پیار میکنم یا اونها با خیانت به وظیفه هاشون و خدمت خلصانه. من خواهش میکنم از یاردمچی های رئیس جمهوری تاجیکستان اگر امکان باشد از معلمه محترم آزاده رحمان رئیس محترمی دستگاه اجرایی پرزیدنت که به قضیه من رسیدگی کنه. من در قلمرو تاجیکستان میخواهم کار زندگی کردن، دست پروری مکتب جناب عالی هستم و یک تن سرسپرده سیاست این حکومت این تاجیکستان هستم. خواهش میکنم که مرا قبول کنم. من سخنی گفتنی دارم.
باقی اکنون هم دوستان و هم دشمنان فهمیدید که مقصد من چی است و کار از کجا تا به کجاست. خب این شخص همت میشناسین، یاردمچی معارف، یاردمچی فرهنگ، رئیس تلویزیون و رادیو، رئیس تلویزیون، رئیس کتابخانه بود آخری وقتها. از لحاظ دانش و فرهنگ یک انسانی فرهنگی، یک راوی خوب، یک انسانی با علم، یک انسانی تجربه دیده، یک انسانی بسیار دانشمند. خب از عقیده و فلسفه زندگی او ما گپ نمیزنیم. این یک الگو و یک نمونه هست که این چی شوری است که در دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. و در یک جاش میگه که طوق زرین همه در گردن خر میبینم. انا همون خرهای دو پا بیاین یک بار ایشانی طلبک و با بک صبور قیاس بکنیم. از لحاظ دانش، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ فلسفه، از لحاظ منطق زندگی، از لحاظ پوشش لباس، از لحاظ سخنرانی، از لحاظ دانش، فهمش سیاسی، فهمش اجتماعی، فهمش فرهنگی، بیاین یک بار ما قیاس بکنیم. یک رئیس خدمات و یک نفری کلاً بیکار در کوچه ها آواره، کدامش بالاتر است؟ کدامش ارزنده یک مسئولیت و یک وظیفه است؟ همین گونه مثل آقای طلبکوف در کوچه های دوشنبه پر است، در استرویکه های روسیه پر است، در اروپا و امریکا غرمیدن پرن. همین گونه کادر، متخصص، بهترین برنامه های تلویزیونی داشت در زمان خودش میشون. من میدونستم که برنامه های خوب تلویزیونی داشت، راوی خوب بود، برنامه های با منطق داشت. اما ببینین حالت چه در کجا رسیده است. چون از بیکاری ایشون دست به هر کارهای دیگر رو میزند. گاهی به دین میره و گاهی به فرهنگ میره و گاهی به سیاست میره. و برای چی؟ چون بیکار است. یک زیایی، یک شخصیت روشنفکر در کوچه دوشنبه بیکار مانده. چیکار کنه؟ ناس کشه، سیگار کشه، شراب بنوشه، برود کسی را تحقیر کنه، برود دین کسی را سنگ بزنه، برود آیین کسی را سنگ بزنه. دیگر نورمال است. جوان بچه مردک چند سال خانه است بیکار است. بیکار. اگر من بگم که در حکومت رحمان و فقط همه بچهای دیندار و بچهای به خدا و به ایمان و به توفیق که همه یک نفر شما نادیده گرفتین، دروغ میگین. از وزیرش سرکرده تا کبیرش هم از روسیه و چخپرانن. هم معذرت میخوام. پرن دو زغر و رازن آمدن وزیر و کبیر شدن. این هم مثل همونها. اما لااقل این نفر، من مطمئنم اخلاق، فلسفه و فهمش و از زبان و ادبیات و سخنرانی و علم و دانش همین از وزیر معارف هم بالاتر است، از رئیس کمیته نمیدونم زبان و ادبیات و متمتیک هم بالاتر است، از رئیس خدمات علاقه هم بالاتر است، از ده ها تا وکیل های پارلمان بالاتر است، از ده ها تا زیردستای وزیر و وزرا بالاتر است. من مطمئنم حتی از ده ها تا رئیس شهر و ناحیه ها بالاتر است. در توپ انسان های با علم و با فرهنگ یعنی که جای میگیره، نه وابسته از موقع فرهنگی و سیاسی و دینی و غیر دینیش. من با او کاری ندارم. من با او کار دارم که مثل همین نفر پر از هاشم گدا را ببینید. یک هنرپیشه، یک نفری مهم، ببینید در چی حال و بار است بیچاره. همین هم آینده هاشم گدا را داره. این همین هم اگر هجرت نکنه، نبیه در اگام کشورهای بهتر و خوبتر موقع خودش پیدا نکنه، صاحب زندگی و کار نشوه، من مطمئنم حال این بیچاره از هاشم گدا بدتر میشود. من مطمئنم. برای چی؟ برای که علم، فرهنگ، سیاست، دانش در تاجیکستان در جای اول نمیسته. هر کسی دز است، روسیه است، ماشینی که از پیسه داره فریب میکنه، او صاحب پول، صاحب بالا، صاحب شخصیت و انسان است. طوق زرین رو همه در گردن خر میبینیم.